عرض سلام و ادب خدمت همه برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. اگر دوستان و هموطنان صدای ما در پخش مستقیم باشد، حتما یک پیامی برای ما در چت بفرستین و انشالله که ما چت در نظر میگیریم. امیدوارم که برادران و خواهرانی که هر کجای قرار دارند تن صحت سلامت باشند. و امروز من عبیدالله سیدی در برنامه قدرت و حقیقت در حضور شما چند ساعت قرار خواهم گرفت و پیرامون موضوعی که نامش رو گذاشتیم صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم یک مفادی داشته باشیم برای جامعه و برای مردم کشور خودمون. همدیاران و هموطنان عزیز، من هم روزه کوشش میکنم و تلاش میکنم مقاله های راجع به موضوع های گوناگون در سامانه جوانان برای تاجیکستان نشر کنم و شما را از موضوع های مهمی بوده جامعه تاجیکستان اطلاع بگردانم. و در هفته گذشته ما پیرامون روزی دزدیدن راهبری جوانان برای احیای تاجیکستان مقصود ابراهیموف یک صحبتی داشتیم، یک مقاله نشر کردیم و هفته بعدی هم من در پیرامون برادر سهراب ظفر روز زادروزشون مقاله نشر کرده بودم و امروز و روز گذشته یعنی در تاریخ 27 نوامبر ما پیرامون همین موضوعی کار زدن و بودن راهبری جوانان برای تاجیکستان یک مقاله نشر کردیم و در این مقاله ما چندین نقطه رو ذکر کردن که امروز دوست دارم پیش از برنامه و شروع این موضوع که در اونجا عکس مقصود ابراهیموف رو با سهراب ظفروف نیز گذاشتم صحبت کنم و بعدا برمیگردم با موضوع اصلی که در اون موضوع انشالله که وسیع‌تر و طولانی‌تر صحبت خواهیم کرد. همدیاران و هموطنان عزیز، مقصود ابراهیموف یک از فعالان جامعه مدنی و یک از فرزندان باناموس این ملت بعد از صحبت‌های مرحوم عمر علی قوتوف در سال 2014 به میدان اومدن و شناسایی ما با مقصود ابراهیموف واقعا یک شناسایی جالبی بود که ما در مسجد پرسپک میر در داخل مسجد نشسته بودیم و طبیعی است که در اونجا انسان ها بدون پوشیدن شیم کاستوم و این لباس هایی که عین حال ما در بدن داریم میروند، چون دیگر وقتی نماز جمعه است و مردم با اون لباس های دیگر به نماز جمعه میرن. ولی در این مابین جوانایی که در بعد از دعوت مرحوم عمر علی قوتوف به مسجد می اومدن، یک نفر با لباس و شم کاستوم اومد در اونجا ایزد ما صحبت میکرد. در اونجا یک سوال خیلی وسیع داد و با ما یک سلام کرد و رفت و ما واقعا من تلاش کردم دویدم از دومش رفتم و شماره‌اش گرفتم، گفتم برادر با هم در تماس باشیم صحبت کنیم و گفت من در زیلو هستم و انشالله که یعنی ادامه میتیم صحبت میکنیم و همینطور صحبت ما با مقصود ابراهیموف آغاز شد و یک مدت نگذشت که ما نشسته را با مرحوم عمر علی قوتوف در اداره او ادامه دادیم و وقتی که به اداره مقصود کرامت شریفوف رفتیم و در اون نشستی که مردم تجمع کردن مقصود ابراهیموف با اون نشست اومده بود و در اونجا واقعا با زبان روسی و زبان تاجیکی بسیار یک صحبت های طولانی داشتن و صحبت کردن و در اینجا بود که مقصود ابراهیموف دیگر آشنایی با جوانان و با کسانی که در این نشست اومده بودن پیدا کرد و همینطور صحبت اولی ما ملاقات اولی ما گذشت و ایشان آشنا شدن به این، اگرچه در زیلو بودن ولی صحبت هایی نمی کردن چون بیشتری مردم توسط زیلو آشنا شده بودن و مردم توسط زیلو میشناختن، ولی مقصود ابراهیموف که در زیلو بود ولی صحبت نمی کرد
مردم دیگر بیشتر او آشنایی نبودن. اما وقتی که ما مقصود ابراهیموف رو اینجا آمد و در اینجا نشست، او رو همچون یک فعال و همچون یک دلسوز پیدا کردیم و وقتی که نشست دومی ما برگزار شد، سومی ما برگزار شد و کرامت شریفوف پیشنهاد کردن که اگر که شما بتوانید اون جمعیت تشکیل کنید بسیار خوب می شود و از طریق دیگر هم مرحوم عمر القوات هم پیشنهاد کرده بودن که چون گروه 24 در روسیه بسیار با مشکلات روبرو می شود و شما یک سازمان جدیدی بکشید و با اسم سازمان جدید مبارزه را پیش ببرین. و همین بود که ما در جمع حضور همه هم برادرانی که در اداره کرامت شریفوف نشسته بودند، مقصود ابراهیموف را یکی از فعالان را که واقعا با لباس‌های رسمی با این ملاقات ها می اومدن و این را جدی می گرفتن، این ملاقات ها را واقعا او را همچون راهبر در اونجا انتخاب کردیم و نام تشکیلات را گذاشتیم جوانان برای تاجیکستان و مقصود ابراهیموف در اون زمان راهبر اعلان شدن و من را همچون معاون خود در اوجا، معاون اول و معاون دوم در اوجا باید ذکر کرده میشد و معاون اول مرا گذاشتن، معاون دوم نسیم جان شریفوف که طبق اسنادهایی که موجود بود و با مینیوس شهری مسکو برای درخواست رسمی همین سازمان روان کرده بودیم، اسم این اشخاص در اونجا نوشته شده بود. خب دیگر همین طور ادامه مبارزه مقصود ابراهیموف رسما آغاز شد و او همچون راهبر جوانان برای تاجیکستان واقعا تلاش‌های خیلی زیادی کرد و تهدیدهای خیلی زیادی شد و ملاقات‌های رسمی داشت و همین ملاقات‌ها اونقدر زیاد شد و طرفدار اونقدر زیاد شد که حکومت فدراسیون روسیه مجبور شد در تاریخ 2 سپتامبر سال 2014 یک نشست بزرگ را بین تمام نهادهای قدرتی فدراسیون روسیه و سفارت تاجیکستان تشکیل کند که اون در شهر مسکو برگزار شد و ما زیاده از 40 نفر در اون نشست اشتراک کردیم و در اونجا مقصود ابراهیموف با 3 فعال دیگر صحبت هم کردن، سخنرانی هم کردن، شکایت ها و ایراداتی که داشتن به حکومت روسیه و این چنین به سفارت پیشنهاد کردن و بعد از اون ما وقتی که به بیرون اومدیم با معاون سفیر که محمد اگاموف اگر اشتباه نکنم اسمشون رو در اونجا حضور داشتن، ما با او صحبت کردیم. متاسفانه بعد از وعده هایی که داده شد این وعده ها اجرا نشد و شروع شد به دستگیر کردن تمام مخالفان حکومتی تاجیکستان و مخصوصا شاگردان مقصود ابراهیموف که در شهر مسکو و مخصوصا روزی که به این نشست رفتن اسمشون در اونجا ذکر کرده شد، نوشته شد، چون اونجا وقتی که ورودی و اون نشست می اومده اسم نسب نوشته میشد و از اینجا سفارت اون اسم اشخاص را گرفت و شروع کرد نسبت این نفرها پرونده باز کردن، تهدید کردن، تحقیر کردن از طریق خانواده، از طریق نزدیکان و مستقیما هم بعضی ها را تهدید کردن و همین طریق تهدیدها شروع شد و دستگیر کردن جوانان برای سازمانی اعضای جوانان برای سازمانی جوانان برای احیای تاجیکستان و دیگر گروه‌های مخالفی که در اونجا فعالیت می‌کردند آغاز پیدا کرد و مقصود ابراهیموف هم یک وظیفه سنگینی بولوش گشت که در اینجا یعنی تحقیر شد، توهین شد. بعد از روز 2 سپتامبر خیلی تلاش‌های زیادی کرد که این رو دوباره برقرار کند ولی متاسفانه با مشکلاتایی که از جانب یعنی خودی عبیدالله که اون زمان نفر دوم کشور بود و رئیس مجلس نمایندگان علاوه بر این رئیس شهرداری دوشنبه، او سفر کرد به فدراسیون روسیه و در اینجا یک گفتگوی وسیع داشت و در این گفتگو البته هدف اصلی برگردانیدن تمام این مخالفان حکومتی تاجیکستان که در فدراسیون روسیه صدا بلند کرده بودند اینها بودند و این مکالمه بین حکومت تاجیکستان و حکومت روسیه واقعا از اول مستقیما یعنی عملی نشد، چون روسیه به هر طریق میخواست یک عده مخالفان رو در چارچوب همین فضایی که دارد نگاه بدارد تا یک فیشنگی باشد برای فشار آوردن بالای حکومت رحمانوف و یا علاوه بر این میتواند این باشد که تعداد اشخاص فاسد در فدراسیون روسیه میخواستن از حکومت تاجیکستان پولهای هنگفته بکنند و میخواستن از بعضی اشخاص ها چهره های کلیدی بسازن و از اونها اسمی بلندی بگیرن تا اینکه بتوانند در آینده با پول کلانی که از تاجیکستان میگیرن اینها را استرداد کنند. و حالا بازم فکرهای دیگر و گوناگون زیاد است ولی به هر صورت
خب در تاریخ 27 نوامبر همون سال 2014 علیه یک حمله خونین به همین راهبر جوانان برای تاجیکستان مقصود ابراهیموف صورت گرفت که در اون 6 کرد به بدن مقصود ابراهیموف زده شد. خوشبختانه بعد از این 6 کرد زدن مقصود ابراهیموف زنده ماند و او را به بیمارستان بردن. در اون زمان من با محمد صابر عبدالقهار و یک دوست دیگه ایمون ما به جای همون حمله رفتیم و در اوجا رفتیم، رسیدیم که علاقه در اوجا نه یوری تعجیلی است نه پلیس است و یک چندین انسان ها خطرناک در اونجا میگردن ولی انسان های دیگری نیستن و از اونجا معلومات گرفتیم که او را به بیمارستانی ولی اسمش یادم نیست خود در شهر مسکو یک بیمارستان تعجیلی است به اونجا بردن و من و محمد صابر در واقعا برگشتیم اومدیم و به همین بیمارستان و در بیمارستان تا ساعت‌های تقریبا 5 صبح ما اینجا موندیم و گفتیم تا مقصود ابراهیموف هشش در سرش نزند و ما اینجا رو ترک نمی کنیم و ما به اینجا میمونیم. ساعت 5 صبح بود این اتفاق افتاده بود، ساعت 12 شب بود، 11 تا 12 شب، ولی ما تو ساعت 5 صبح اونجا موندیم. ساعت 5 صبح بود، 6 بود به نظرم، از اداره پلیسی فدراسیون روسیه آمدن و من و محمد صابر را در اونجا با بازپرسی درخواست کردن و گرفتن به اداره پلیس بردن و ما را بردن از ساعت به نظر 5 6 تقریبا تا ساعت 9 و 10 روز نگاه داشتن در اداره پلیس. از ما بیانیه گرفتن، از ما دیگر پرسجو کردن که شما کی هستید چی هستید و بالاخره بعد از اون که مقصود ابراهیم 6 در سرش زد و گفت که اینها نفرای نزدیک من هستند و ما را از اداره پلیس آزاد کردن و دیگه این باره ما برگشتیم اومدیم به همین اداره به همین بیمارستان و در این بیمارستان با همون طریق دمافون صدای مقصود رو شنیدیم و آرام شدیم و برگشتیم رفتیم خانه های خودمون. و من بعد از چند ساعت مقصود ابراهیم به من گفت که یعنی لباس و این طریق چیزها رو براش بیارم و من رفتم واقعا از بازار چندین چیزهایی که برای بیمارستان نیاز است برای او خرید کردم و من اومدم اونها رو در دستش دادم. و مقصود ابراهیموف اون زمان هم یک برآمدی در زیلو داشت و اگر شما یادتون باشه یک برآمدی کوتاه اگر که در ساید پالیتیکال تیجی به نظر پالیتیکال تیجی است در اونجا باید باشد و یک صحبتی کوتاهی هم داشتم من و بعد از من مقصود ابراهیموف هم از مردم تشکری کرد که دیگر با دعاهای نیک در او هستند و این صحبت مقصود ابراهیموف در زیلو باعث گشت که دیوم باره همون محافظانی که در بیمارستان مقصود ابراهیموف رو محافظت میکردن ما را دیگه به همون دیدار مقصود ابراهیموف راه ندادن. حتی بعد از یک هفته بود یا بعد از یک هفته مادر مقصود ابراهیموف از تاجیکستان سفر کردن به فدراسیون روسیه برای عیادت فرزندشان. حتی به مادر مقصود ابراهیموف همین پلیسا اجازه ندادن که یعنی محافظای دولتی اومده بودن غیر از اونی که اونجا به نظرم اگر که به اصطلاح روسی امان یعنی امان اونجا رو محافظت میکرد و نمیگذاشت که یک انسان از مقصود ابراهیموف دیدن کند. و ما چندین درخواست ها کردیم، تلاش کردیم که این واقعا زندان شدگی است، یعنی بر اساس این چیز شما او رو نگه می‌دارید یا چیزی دیگری که ما به خبر نیستیم، ولی به هر صورت به یگان درخواست ما پاسخ ندادن و مقصود ابراهیموف رو در اونجا متاسفانه نگه داشتن و اذیت میکردن، یعنی نمیگذاشتن که با مادرش صحبت کنن، نمیگذاشتن با دوستاش دیدار کنن و طول یک ماه تا یک ماه مقصود ابراهیموف در اینجا در بستری بیماری بودن. وقتی که مقصود ابراهیموف شفا یافتن، بعد از شفا یافتنشون با وکیل مدافعشون نیکولای نیکولایویچ درخواستی محافظ کردن و گفتن که حیات اونها در خطر است و فدراسیون روسیه باید برای او یک محافظی رو بدهد چون جان او در خطر است. ولی حکومت فدراسیون روسیه این کار رو جدی نگرفت و گفت که هیچ خطری تهدید نمی‌کند به جان مقصود ابراهیموف، اگرچه مقصود ابراهیم شهروند روسیه بود و حق داشت که برای او یک محافظ در فدراسیون روسیه داده شود. وقتی که چون این یک تهدید بزرگی نسبت او وجود داشت و معلوم بود که مقصود ابراهیموف علیه یک بار حمله شده است و 6 کرد به بدن او زده شده است، این یک چیز ساخته نبود، یک چیز واقعی بود و حتی نوارش هست، پیهای کار هست در بدن مقصود ابراهیموف و شما میتونید این نوار هم پیدا کنید. ولی متاسفانه این کار از جانب فدراسیون روسیه و مقامات این کشور
توجه داده نشد، اهمیت داده نشد و مقصود ابراهیموف مبارزه خود را ادامه داد، ولی یک تهدید بزرگی نسبتش از تاجیکستان شد که باید تو کمی خاموشی را ارائه کنی و اگر باری دیگری در کدام رسانه، در کدام تلویزیونی، در کجای برآمد میکنیم ما تو را چکار میکنیم، میبریم زندان میکنه و یا اینکه میکشیم یا اینکه میدوزیم به تاجیکستان میبریم. ولی مقصود با این بهتان ها، با این تهدید ها، با این تهمت ها اهمیت نداد و مبارزه خود را ادامه داد. ما از سفرهای مقصود ابراهیموف که با برادر ما سهراب ظفر و برادر ما نورالدین رضایی، برادر محمد صابر عبدالقهار و دهها مبارزه دیگر که به سفرهای گوناگون به شهرهای گوناگون سفر کردند و در اونجا مقصود ابراهیموف برآمدهای طولانی داشتند، آنها از یادمان نمی رود و مقصود واقعا با اون جسارتی که داشت توانست سفر کرد و نوبسته از آنه که در چندین شهرهای فدراسیون روسیه با مشکل دچار شدند، در بعضی جاها نگذاشتند اونها برآمد کنند، ولی مقصود ابراهیموف با همون شناسایی که در فدراسیون روسیه در شهر مسکو پیدا کرده بود باز توانست که دوباره همین برآمد خود را در اونجا انجام بدهد و در 5 تا 6 شهر فدراسیون روسیه ملاقات ها با نمایندگان مردم و جامعه مدنی در اون شهر همچون با شهروندان تاجیکستان ملاقات کردند و واقعا این بسیار یک روند مثبت بود که ما توانستیم در یک مدت کوتاه برابری مقصود ابراهیموف و مرحوم حاجی عمرعلی قوتوف یک سیاستی رو پیش بگیریم که جوانان و مخصوصا نسل جوانی کشور توجه ظاهر کردن و در اونجا به میدان برویند و مخصوصا من اون زمان خودم 23 ساله بودم، 24 ساله یا 23 ساله و این واقعا یک چیز زیبایی بود که ما با این جوانان باور کردیم و با این برادران باور کردیم و در راه مبارزه برآمدیم. ولی متاسفانه در تاریخ 20 نوامبر بعد از یک برآمد در زیلا، یعنی روز 18 مقصود ابراهیموف 18 بود یا 17 بود در زیلا یک برآمد میکند و در اونجا اگرچه براش تذکر خیلی وسیع داده شده بود، یعنی تهدید عمیقی بود که باید در اینجا برآمد نکنه، ولی مقصود ابراهیموف با این اهمیت نداد. روز 17 و 18 ینور بود اشتباه نکنم سال 2015 با وجود اینی که بدنش درد میکرد، یعنی اولیم اون پیکارد ها بود، در زیلا برآمد کرد و بعد از این براش پیام اومد که این آخرین برآمدی تو بود و ما تو از اینجا میدوزدیم و همونطور هم شد. روز 20 ینور متاسفانه مقصود ابراهیموف ناپدید گشت و بعد از 4 روز مشخص گردید که مقصود ابراهیموف در وزارت مهنتی در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه پیدا شد و او را غیر قانونی به اونجا بردن. خب دوستانی که در زندان بودن بعد از برآمدن و آزاد شدن، یک نفرش به من که مخصوصا وقتی که ما که همراه مقصود ابراهیموف بودیم به من برآمد در تماس گفت که وقتی که مقصود ابراهیموف آوردن، یعنی منظورش که نوارش رو آوردن که شاهدی بدهد که کی در کجاست کی در کجاست، گفت که اسم ما رو وقتی میگرفت اصلا چهره شناخته نمیشد، چنان ضرب و شتم و لغت خورده بود که اصلا نه چهرهش دیده میشد نه شناخته میشد که همین مقصود ابراهیموف است. و من در اونجا گفتم که من اصلا چگونه بشناسم، این نه به مقصود ابراهیموف مانند است. اولا و دوما میگه زیری فشار و شتم و ضربه هر کس هر چیز دیگه رو به عهده میگیرد، این میتونن اسم هر کسی رو شما بگیرید بله بگوید چون زیر ضربه قرار دارد. یعنی مقصود ابراهیموف رو واقعا زیر فشار و ظلم و ستم شکنجه کردن، ولی باز هم بزم همه همین مقصود ابراهیموف رو نشکستن و کسانی که در دادگاه اگر اشتراک کردند به من خبر دادن که در دادگاه مقصود ابراهیموف آوردنش رو از روسیه غیر قانونی دانسته است و در تاجیکستان او را محکوم کردنش رو غیر قانونی دانسته است که اولا باید که مرا از راه قانونی از فدراسیون روسیه به تاجیکستان می آوردید و در اینجا حقی مرا به دادگاه کشیدن رو پیدا میکردید. این دادگاه روندش غیر قانونی است و ایرا مقصود در روندی دادگاهی به دادگاه این حرف رو بیان داشته است. و جسارت دیگری مقصود ابراهیموف این است که بعد از یک مدت در زندان نشستن و زیر ظلم و ستم قرار داشتن، در سال 2019 پیش از انتخابات پرزیدنتی
یک برنامه وسیع در تاجیکستان از جانب حکومت امروزه تحریزی کرده شده بود که باید رستم امامعلی به سر قدرت بیاید و تمام زندانی‌های سیاسی و بیشتر زندانی‌های سیاسی و که لیستی آنها به نظر اشتباه نکنیم زیاده، یعنی فعالانش، حالا اون زندانی‌های سیاسی که با اسم مثلا جرم کوتاه‌تری رفتگان اونها نه، همون زندان‌های سیاسی به مانند بزرگ میریارов، زید سعید و ده‌های دیگر، مقصود ابراهیموف، میجان صالحov و ده‌های دیگر باید آزاد کرده شود و در عوض اون دیگر کشورهایی که مثلا این را قبول میکردن، یعنی میتوانست که دیگر رستم امامعلی پرزیدنت شود. ولی این بود که واقعا نامه به این کاری حکومتی امامعلی رحمانو یک امضایی نگذاشت و هزار کارش مجبورش کردن که گفت من این ننگ رو قبول نمیکنم، من گناهکار نیستم و مرا غیر قانونی زندان کرده هستید و من هیچ وقت امضا نمیگذارم و اگرم که 100 سالم زندانم کنید من اینجا میشینم و من امضا نمیگذارم. ولی شما ببینید شما در دست حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف خورده اید و شما در اونجا 17.5 سال پشت پنجره بردن، ولی باز هم چیکار میکنید؟ این رو قبول نمیکنید و میان میگن که برای آزاد کردن شما کافی است که یک امضا بگذارید که من از جناب امامعلی رحمانوف عذر میخواهم، بخشش میپرسم و شما آزاد میشوید. ولی مقصود ابراهیموف میگوید که من نه گناهکارم که از کسی بخشش بپرسم، نه جرم کردم که پیش کسی گردن کج کنم که مرا ببخشد. یعنی این نقطه یک نقطه خیلی وسیع و شنیدنی برای هر یک جوان تاجیک است و باید هر یک جوان تاجیکستانی امروز همین مفکوره را داشته باشد که وقتی که تو گناه نداری، کار را انجام ندادی، نباید اون رو پذیرو و جرمی که به دوش تو میگذارن، مثل یوسف پیغمبر، یوسف علیه السلام که در زندان وقتی که 10 سال 12 سال زندانش کردن و وقتی اومدن پیشش گفت که من جرمی ندارم که از کسی بخشش بپرسم و اگر من عین حال بخشش بپرسم در پیش مردم و پیشم پادشاه هیچ قدری نخواهم داشت. قدری من، شخصیتی من در حال پیدا می شود که بیگناهی من اثبات شود. اون زمانی است که من آبرو و شأن و شرف را حفظ میکنم. برای همین هر کسی که در زندان است این نقطه رو میدوند و مقصود ابراهیموف مخصوصا این نقطه رو درک کرده و واسه به این درک و این جسارتی که دارد این نقطه رو ذکر کرد و هر جوان امروز باید این نقطه را ذکر کنه. این یک معلومات کوتاه بود راجع به زندگی و فعالیت مقصود ابراهیموف و امیدواریم که در کوتاه‌ترین فرصت او از زندان آزاد کرده شود و به نزد نزدیکانش، فرزندانش که من معلومات پیدا کردم که دخترچه‌اش رو شوهر دادن که الکی به نزدیکی پدر بزرگ می شود، نبیرم یابد. امیدوارم که پروردگار او را این ظلم و ستم را از بین میبرد و این فرزندی به ناموس کشور را از زندان آزاد میکند و نبیره اول خود را در آغوش میگیرد و علاوه بر این فرزندی بزرگی دارن، شاید امروز فردا زن بگیرد و در توی فرزندانش که در توی دخترش نتوانست اشتراک کند، حد امکان در توی پسرش بتواند اشتراک کند. یادآور میشه اینکه بازم مقصود ابراهیموف متاسفانه از جانب حکومت ظالم با 21 سال زندان، با 17.5 سال زندان محکوم کرده شد و عین حال یعنی توی تقریبا 10 سال می شود این ماهی انور 10 سال پرش می شود مقصود ابراهیموف رو که در زندان نشسته است و منتظر اونی است که خلق توجیک، ملت توجیک، مردم توجیکستان و پا میخیزن و این قلفای زندان رو میشکنن، یعنی و چون این فرزندان با مانند مقصود ابراهیموف و امثال اونها را از زندان آزاد میکنن. تشکر برادرها و امیدوارم که خوب باشید. اگر صدای ما در یوتیوب و فیسبوک باشد دوستان بار دیگر یک پیامی در کامنتار یا بنویسین که صدای ما هست و ما برمیگردیم به موضوع دیگری که در اینجا گذاشتیم و انشالله که من معلومات زیادی رو در اینجا جمع آوری کردم راجع به موضوع اصلی و کوشش میکنیم که چند مدتی دیگری در موضوع اصلی صحبت کنیم و اگر بینندگان بخوام با برنامه پیوست شوند در روند این برنامه میتونن پیوست شوند و صحبت رو انشالله که ادامه میدیم. بچه‌ها صدای ما در یوتیوب در فیسبوک هست؟ صدای ما هست بچه‌ها؟ خب
خب هموطنان و همدیاران عزیز، برادران نوشتن خوب است. تشکر از شما برادران. خب ما برمیگردیم به موضوع حقوق شناسان در تاجیکستان که در همین هفته از جانب دادگاه یک حقوق شناسی معروف کشوری ما فیض علی و 2.5 سال زندان محکوم کرده شد و راجع همین موضوع ما صحبت خواهیم کرد و من پیرامون همین موضوع چندین مطلب‌های را آماده کردم و در روند همین صحبت کوشش میکنیم که دیگر محبوسان سیاسی و خصوصا حقوق شناسانی که از جانب دیکتاتور امانی رحمانوف زندانی شدن صحبت کنیم. هموطنان و همدیاران عزیز، ما برمیگردیم در موضوع همین برادر زندانی یعنی فیض علی که به 2.5 سال زندان شد. از رادیو آزادی یک معلوماتی رو به سمت شما برسونیم و بعدا انشالله برمیگردیم به مطلب های دیگر و صحبت رو ادامه میدیم. خب این نواری که شما میبینید یک نواری کوتاه از رادیو آزادی است که در اولی که حالا حکمش نکردن این نوار ثبت شده است. ما این نوار را در روز زمان میبینیم و بعد برمیگردیم به دورانی که عین حال حکمش کردن و چند سالش دادن و چگونه برای چی. بیاین نوار را ببینیم که در تاجیکستان برای چی کار، برای کدام فعالیت شما را میتونن پشت پنجره ببرن. این نوار از رادیو آزادی است و بعدا پیرامون همین صحبت خواهیم کرد. دادستانی کلی تاجیکستان فیض علی وکیل مدافع را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است که خود او چنین اتهام را بی‌اساس می‌داند. فیض علی وکیل مدافع تاجیک برای حمایت خود روز دوشنبه 25 نوامبر به دادگاه نویه سینا حاضر شد. او در مرافعه دادگاهی شکایت نسبت خود را بی‌اساس خواند. وقتی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوقهای مرا حمایت کرد. من این با این مکتوب به پروکور گنرالی مراجعه کردم، نه به وسایل اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگر چیز. با تشبوس خودشان به جای آن که سنجش برند و به جای آن که دین کنند گناههای گفتگی‌های ما را گرفتن چیکار کردن نسبت من. به قول فیض علی او از نام یک زیرحمایه‌اش در نامه خود به دادستانی کل درباره رشوه‌خوری چند کارمند این نهاد شکایت کرده است. دادگاه نویه سینا پرونده فیض علی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ نسبت به پرکور بررسی می‌کند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیض علی را 6 سال زندانی کنند. ما از برای تفتیشات پرکاتور شهر و رویستی تفتیشات شهر شکایت کردم. ما با همون عرضه من رو دادن و وای مفتشان مجبور کردن که وکالت دهندگان ما را که دست میکشن اینشون لازم میگه که ما با فیض علی خیلی وکالت نداریم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسمی که گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست. دست کشیدن باید دست کشیدن که ما حقیقتا همین که ما گفتیم همیشه ما هم خیلی وکالت دادیم. این همراه شمسولا از سبب اون که با فرزندم یگان تقریب نکردند و فرزندم رو هم به جنایت نکشند و نسبت من هم خیلی است که من با وای انا امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟ دادستانی کلی تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است و به تماس‌های ما نیز پاسخ ندادند. بحث دادگاه فیض علی با مقامات دادستانی نزدیک 5 ماه ادامه دارد. وی در دادگاه خودش از حقوقش حمایت می‌کند. فیض علی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کار مقامات شرح‌ها می‌نویسد. خب هموطنان عزیز، همدیاران، همونطوری که شما دیدید فیض علی رو بر اساس اونی که از یک زیر حمایه‌اش حمایت کرده است و یک نامه نوشته است از روی همین پروکرور مسعود علی که ما یعنی نامه نوشته است که همین نامه را ما در صفحه‌های اجتماعی نشر نکرده است، فقط نامه را نوشته است به همون نهاد که اینها چیکار میکنن پاره میگیرن شکایت کرده است. این را در فیسبوک نشر نکرده است، در رادیو آزادی نشر نکرده، در یگان جا فقط نامه پوشیده به اداره‌های دولتی و او را در عوض اینه که بیایند بررسی کنند که چگونه نسبت خودش کار کردن پرونده باز کردن. یعنی وقتی که فساد در اداره‌های دولتی در اوج بالا، یعنی میگن که او از بالا لایه است، یعنی که او از بالا که لایه است فساد در بالا که وجود دارد و همین فساد گیرنده پایان هم شکایتش کار میکند
وقتی که همین فساد میگیرد با او میبرن میسپرد دیگه. اوخی قسمتا همین فساد رو چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن. و این باعث گشته است که هر یک فرزند و هر یک انسانی که در تاجیکستان از حقوق یک کسی دیگر دفاع میکنه کارش به اینجا میرسد. و نگاه نکرده به همین پدر همین مجرمی که فیض اولی از روی فرزند همین شکایت برده است که یعنی از جانب همین که یعنی فرزند ایران نجات بدهد، با اومده است گفته است که من یگان وکالت به این دادگی نیست، من ایران نمیشناسم. یعنی وقتی که ما میگیم که باید پشت یکدیگر بمانیم، بستیم، از حقوق یکدیگر دفاع کنیم، تا اینه که هر انسانی که از حقوق ما دفاع میکند اون جسارت و مهارتش رو بیشتر کند و زیادتر در برای این ملت و این وطن خدمت کند، ما چکار کرده سوزیم؟ پشت فرزندان اصیل این سرزمین رو چکار میکنیم؟ خالی میگذاریم. خب خالی گذاشتن پشت یک مدافع، پشت یک حقوق شناس چی رو بر نظر میگیرد؟ وقتی که شما فیض عالی را پشتش رو خالی گذاشتید، همون کسی که از جانب شما این درخواست کرد به خاطر فرزند شما میخواست کمک بکند، شما چی دارید که کسی دیگه فردا خدا و رسول و همه که از شما راضی خواهد بود؟ حالا وجدان شما برای شما اذیت نمیکند؟ کی کسی از حقوق من و تو فردا دفاع میکند؟ دلیر امام علی از حقوق شما همچون روزنامه‌نگار دفاع کرد، همچون فعال جامعه مدنی دفاع کرد، پشت پنجره بردن. همین قدر انسانی که در خانه او ویدیو کرده شد، رفت مشکلی اون جامعه، مشکلی اون دهات، مشکلی اون جماعت رو بررسی کرد، در سمونش نشر کرد، زندان شد، یک نفر خبردار نبود. ذوقی سعید امینی هزارها نوار کرد، هزارها مشکلات های مردم رو گفت، بردن زندانش کردن، هیچ انسان کار نکرد، حرفی نزد. عبدالله غربتی هزارها روزنامه‌نگار دیگر وقتی که حرف زدن، از حقوق شما دفاع کردن، مردم تاجیکستان از این دهات از اون دهات، ولی چیکار کرد؟ هیچ انسان از حق اینا دفاع نکرد، مش پشت پنجره برده شدن. اوکی، تا کی همین پراکندگی، تا کی پشت یکدیگر خالی کردن در جامعه ما ادامه پیدا میکند؟ حالا ما در هر کاری ما حکومت رو محکوم میکنیم به این کاراش، ولی مردم چرا باید محکوم کردن شود؟ مردم ما امروز چرا پشتی، یعنی یک برادر، یک فرزند این ملت، یک بابای این کشور وقتی که در سن 65 70 ساله است اعلان کرده به همه همین سن سالش باز هم از فرزند شما، از حقوق او که بیگناه است و هر تهمت زندان شده است دفاع میکند، وقتی که او را نسبت پرونده باز میکنند، شما چرا میایید بازم پشت او چکار میزنید؟ خنجر میزنید. به جای اونه که بگید که خب این که از حقوق فرزند من دفاع میکند، نسبتش پرونده اتهام تهمت زده ایستادن دیگر به خاطر فرزند من، ایران پدری چند فرزندی دیگه است یا پسری که مادری دیگه ای هست. همین طوری که خودت برای فرزندت عذاب میکشی، همین هم پسرش برای همین پدرش عذاب میکشد، همسرش برای شوهرش عذاب میکشد، مادرش برای این پسرش عذاب میکشد دیگر. آخه ردی من گفتن، خودخواه بودن تا کی در جامعه ما ادامه میکند؟ برای همین همدیاران و هموطنان عزیز باید ما در قدم اول چیکار کنیم؟ مشکلات جامعه را به طور درست نگاه کنیم. چرا جامعه ما به این جامعه میرسد؟ مشکلاتش را فقط در جامعه در حکومت دیکتاتوری ایوانی رحمانوف نبینیم. رحمانوف نمیتواند همیشه گناهگار باشد. ملت برای خودخواهی خود اینجا مقصر است، گناهگار است. وقتی که تو وجدان نداری، پشت چونین یک پدر خالی میگذاری، پس چرا باید اینجا ما رحمانوف را گناهگار کنیم؟ رحمانوف برای بقای حکومت، برای بقای مانده خانوادهش همه کار میکند او، ولی تو چی کار میکنی؟ فرزندی تو فرزند است، پدر یک کس پدر نیست؟ فرزند یک کس دیگر فرزند نیست؟ همین عزت امان چند تا بی‌شرفی که از حقوق همینا دفاع کرده بودن نسبت شکایت کردن، برای 200 چند سامانی یک بی‌شرف عزت امان رو بردن زندان کردن. 200 چند سامان
در حالی که مهاجران گفتن که ما 1 میلیون آماده ایم یا تا 2 میلیون تا 10 میلیون رو جمع میکنیم. یعنی خودخواهی تا اینجا اوج دارد در جامعه ما که آماده ایم یک انسان برای 200 چند سامان برای 10 سال زندان بشیند چون حاکمیت از او راضی نیست است و حاکمیت مرا تهدید کرده است که از شکایت دست نکش. خب او برود زندان شود ولی من نه. برادر آماده باش که نسبت یک انسان تهمت نزنی ولی برای عدالت برای 10 سال 20 سال 100 سال زندان بشین. اجرش رو میگیری دیگر. ولی پشت یک برادر، پشت یک میهم ملتت، پشت یک همکیشرت رو خالی نکن دیگر. ما تا کی همین گونه می رویم؟ خودگذری رو کی می آموزیم؟ کی ما به اون نقطه می رسیم که خودخواهی ما را به هیچ جا نمی رساند، ما را پراکنده می کند، بیشرف می کند، بیناموس می کند و ظلم و ستم را بالای ما زیادتر و زیادتر می کند و به هیچ مقصد و مرامی نخواهیم رسید. برای همین ما باید اتحادی و اتفاقی و خودگذری را از داخل خودمان شروع کنیم. از امروز یک مبارز، یک مخالف در یک حزب سیاسی است و برای آینده همین ملت گپ میزند، یک بیشرف، یک بیناموس، به فرهنگ، به معرفت به طرف اولاد تو، به طرف خانواده تو در تاجیکستان شرف میزند که تو گروه فلانی، تو بسمچانچی فلانی، در حالی که درک نمی کنند که این جامعه نیاز به اشخاصی دارد که درک کل مردم را می کند، میآید از خود میگذرد و به خاطر این جامعه خودگذری و قربانی می کند. اگر امروز من اینجا نشسته مشکلات جامعه را بررسی نکنم، راجع به اون حرف نزنم، راجع به اون نگویم و حکومت را اصلاح نکنم، جامعه را اصلاح نکنم، کی میآید منو را اصلاح میکند؟ کی میآید خودش را قربانی میکند، خانواده‌اش را قربانی میکند، نزدیکانش را قربانی میکند که زیر تحقیر و فشار و ظلم قرار بگیرند؟ برای همین ما باید برای نسل آینده خودگذری را بیاموزیم. نباید که ما از اون بترسیم که من میبرن زندان میکنن. چرا باید بترسیم؟ اگر که من جرم ندارم، اگر که من میدانم که یک انسان دیگه جرم ندارد، به خاطر او را میبرن زندان میکنن، من نباید که سببگار آنشم که او را میبرن چیکار کنن؟ زندان کنن. آخه این کار تا کی ادامه میکند؟ بیایید از رادیوی آزادی مطلب دیگری که راجع به همین آقای زیدی عالی نشر شده است، فیضی عالی، همین را بخوانیم. همین طوری که شما میبینید در روی اکرانتان، فیضی عالی وکیل دفاع تاجیک به 2.5 سال زندان محکوم شد. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه فیضی عالی وکیل مدافع تاجیک را به 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نوامبر صادر شده. رادیو آزادی جزئیات آن را 2 دکبر به دست آورد. ببینید دوستان گرامی، یک وکیل مدافع در سن 65-70 سالگی، شما همین موی سفید رو ببینید، به نظام سخت پرزور محکوم میکنن. شما نخواه یک موی سفید را که برای دفاع یک هموطنش نامه نوشته است که پرکرار یا اینکه فلانی پیسه یعنی پاره میگیره و برای خاطری که این از همین شکایت کرده است، شما یک موی سفید این وطن را رحم نکرده، او را 2.5 سال اونم با نظام پرزور برای زندان کنید. نظام پرزور برای یک موی سفید، شما نه رحم نه وجدان نه هیچ چیزی برایتان باقی نمانده است. نخواهد شما برای یک موی سفید چون این حکم برارید، شرم و حیا نمی کنید.
ناموس ندارد، وجدان ندارد، آری تاجیکی و مسلمانی مگر ندارد؟ شما در همون دادگاه فرزندی کشیدند مگر تو را مادر تولد نکرده است؟ مگر تو را پدر به توسط پدر تو به آغوش پدر به دنیا آمدی و بزرگ نشدی؟ آخه نخواه که یک پدر این کشور که مدافع این کشور است به 2.5 سال زندانی پرزور محکوم کنی. ننگ بر شما باد، ننگ بر هر کسی که در دادگاه های ظالم نشسته و چنین حکم ها را میبرارد. این وکیل دفاع 74 ساله ببینید، 74 سال دارد، 74 سال موی سفید از بزور رهگشته میتوند، 74 سال دارد. شما تصور کنید موی سفید 74 ساله را به 2.5 سال زندانی پرزور، زندان عادی نه، زندانی پرزور محکوم میکنن. آقای موی سفید چه کار کرده میتوند که شما باید این را به زندانی پرزور محکوم کنید؟ به خاطر کدام جرم؟ بدبخت به خاطر کدام جرم؟ این موی سفید چه کار کرده است که شما این را به زندانی پرزور محکوم میکنید؟ حالا ما بدونیم که یک خب دیگه یک زندان عادی برای موی سفید از دیگه راه گشته نمیتواند، زندان پرزور دیگر چی مفهومی دارد؟ چرا باید با نظام پرزور محکوم کرده شود؟ خب حد امکان به خاطر فساد، به خاطر مثلا دروغگویی تو همین کارا میکنید، خب یک زندان عادی بتین، رحم کنید به این موی سفید. آخر نه ننگ، نه شرم، نه وجدان، نه حیا و هیچ چیزی در وجودی همین حاکمان امروزه و ظالمان امروزه وجود ندارد. به خدا عیب است، ننگ است و هر کسی که همین کارو میکند، به والله قسم. این وکیل دفاع 74 ساله به دروغ نسبت به کارمند دادستانی گناهکار کردند. فیض علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها درباره رشوه‌خوری چند مأمور دادستانی به مقامات نامه نوشته، ولی آنها به جای سنجش حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. ببینید همین پدر 74 ساله برای کارمند دادستانی یعنی یک نامه ای نوشته است که چند کارمند دادستان از این پاره خواستند به خاطری که مدافعش را حفاظت کند و این نامه را نوشته است به چی؟ به دادستانی. ولی به عوض اونی که در این نامه جواب بیاید و کوشش کنن حل مشکلات کنن، آمدن این پدر 74 ساله را چیکار کنن؟ نسبتش پرونده باز کردن به دروغگویی، گویا نسبت دادستان دروغ میگوید، در حالی که این نامه معین به چیکار کرده بود؟ به همون شاخه دولتی روان کرده شده بود و در هیچ جا نشر و پخش نشده بود، ولی بازم نسبتش پرونده باز کرد. روز 2 دکبر در دادگاه ناحیه سینا با خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند که فیض علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. دادستان برای فیض علی 6 سال زندان طلب کرده بود. ماده 346 بند 3 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 7 سال زندان پیش بینی کرده است. دادرس پیرانسالی فیض علی را به نینوبت گرفته به او جزای کمتر از حد پیش بینی شده را تعیین کرد. نسخه حکم را این هفته به فیض علی میسپارند و اگر او ناراضی باشد میتواند به زینای بالایی دادگاهی شکایت برد. افزود همصحبت ما در دادگاه عالی شهر سینا، ناحیه سینا. او ناراضی باشد میتواند به زینه با خواب. هنوز معلوم نیست که فیض علی یا نمایندگان دادستان نسبت به حکم دادگاه شکایت میبرند یا نه. دادستان کلی تاجیکستان که فیض علی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندش به دادگاه کشیده است تا حال مسئله را شرح نداده است. فیض علی در دوام 5 ماه بحث با دادستان کل در آزادی بود و 4 روز قبل از اعلان حکم به رادیو آزادی دعوا را به اساس خواند. من با راضیت زیر حمایم به پروکراتور ژنرالی دادستان کل مراجعت کردم. نه با واسطه اخبار عامه، نه به اینترنت. به جای این آن که درباره مکتوب من سنجش برند، گفته های مرا گرفته و نسبت به من پرونده کشادند. گفته بود فیض علی. شما ببینید
در همینجا بسیار واضح و روشن همین مرد پیرانسال، همین موسفید کشور چنین نقل میکنه. شما ببین این واقعا یک درد و ننگ است و ملتی که به این زینه‌ها میرسد واقعا باید خوب دقت کند که یک ملت، یک کشور هست یا که نیست. من با رازگی زیر حمایم، یعنی من با همون کسی را که از حقش دفاع میکنم، با پروکراتور گنرالی یعنی دادستان به زبان تاجیکی دادستان کل مراجعت کردم. با دادستان مراجعت کرده است، نه به واسطه اخبار عامه، یعنی به رسانه‌های مجازی، نه به اینترنت، به یگان جانب فقط مکتوب نوشتم، نامه نوشتم و شکایت بردم. به جای اینه که سنجش کنن از شکایت من، نسبت من پرونده جنایی باز کردن و شکایت بردم. خب اینا میگن دادگاهی که به خاطر منافع مردمی کار نمی کند، بلکه به خاطر منافع شخصی، منافع حکومتی، منافع باقی مانده حکمتداران امروزه. و اگر در اونجا یک حکمی، یعنی یک دادگاه مستقل می بود، فکر میکردید که چون این حکم برآورده میشد؟ در کجا شما دیدید که در کدام کشور دیدید که یک مرد 75 ساله را به خاطر اونی که شکایت میبرد از زیر، یعنی شکایت میبرد به دادستان کل، از زیر دستان همون دادستانی نسبت او پرونده اوی میکنن که تو فلان کار انجام دادی. شما یک کشور را مثال بیارید. همدیاران و هموطنان عزیز، این بار اول نیست که در تاریخ تاجیکستان چون این واقعه ها رخ میتید. من واقعا متاسفم که ما تا امروز نتوانستیم درک کنیم که یک پیرمرد این کشور، یک جوان این کشور، یک میانه سال این کشور وقتی که میباید از حق ما دفاع میکند تنها نباید گذاشته شود. ما کی را باید درک میکنیم؟ در صورت تنها گذاشتن چنین اشخاص مطمئن باشید که آینده این ملت به نابودی میرود. وقتی که یک نویسنده مشهور کشور ما عبدالقادر رستم زندان کرده شد، من عبدالخالق رستم بود به نظر من، عبدالقادر رستم است اگر اشتباه نکنم، یا عبدالخالق رستم. من واقعا در اون زینه‌ای بودم که امیدم را از این ملت دور کنم. میدونید چرا؟ چون این نویسندگان باید در داخل وطن ما در بهترین فضا باید کار و فعالیت کنند، برایشان معاش جدا کرده شود. آنها قلم دارند و برای این ملت آینده و گذشته این ملت را به تصویر میکشند. وقتی که چنین یک نویسنده بزرگ با دارای اون جذابیتی که دارد پشت پنجره برده می شود و هیچ کسی نیست که از حقوق او دفاع کند و حتی یک تظاهرات در دوشنبه نسبت همین کردن نمی شود، ما باید در همین ملت بودن خودمان شک کنیم. ما باید در ملت بودن شک کنیم، نگیم که ما ملت تاجیکیم. باید شک کنیم در این که آیا ما واقعا ملت تاجیک هستیم؟ اگر ما ملتیم، اگر ما دولت داریم، پس چرا چون این واقعه ها رخ میتید و ما با عوض اونی که بیاییم دفاع کنیم باز برای همین ظالمان، برای دستگیر کردن اشخاص فایده آور این کشور چیکار میکنیم؟ میریم زیرشان میزنیم، امضا میکنیم که برن زندانشان کنن. پس مشکل نه تنها در رحمانوف است. نباید رحمانوف را امروز در همه کار گناهکار نیست. مشکل امروز در ملت هم وجود دارد. ملت امروز تمام کارها را میکند که فقط همین امروز خودش را رزقش را پیدا کند و پروایش کسی ندارد. ما در گذشته دهها حقوقشناس به مانند بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع مشهور کشور تاجیکستان و دههای دیگر پشت پنجره برده داریم، زندان شده گن اونا. حتی بزرگمهر یاروف اگر اشتباه نکنم به حکم طولانی زیاده از 20 چند سال زندان شدن.
و ده ها وکیل مدافع دیگر در پشت درهای بسته هستند، ولی ما اینجا نشستیم و ملت از پشت رزق روزی خود و پروایی ندارد که در کجا زنده شد و زندان می شود. و امید داریم که یک نجات دهنده می آید و ملت ما را نجات می دهد. و به امیدی که هستیم، به امید یعنی که کدام حزب سیاسی از خارج کشور می آید و تاجیکستان را آباد و آزاد می کند، در حالی که حزب‌های مخالف در خارج کشور توانایی کردن از یک اعضای خود را در خارج کشور ندارند، حالا چه برسد در داخل کشور. من نمونه مثالش براتون میزنم. وقتی اول ما مبارزه را آغاز کردیم، ما در فدراسیون روسیه بودیم و واقعا هم هیچ انسانی به ما تاثیر نمیگذاشت و مبارزه سیاسی در خارج کشور، یعنی نه اروپا، داخل کشورهای ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و ده ها کشورهای آسیای مرکزی، مخالفان، یعنی موقع جای بوده باشه مخالفان حکومت تاجیکستان بود و مبارزه می بردن. ولی نبودن دیپلمات قوی از جانب مخالفان باعث گشت که راهنمای درست برای این نباشد، برای این مبارزه نباشد و نتوانستند گفتگو کنند که ما از کشورهای آسیای مرکزی رانده شدیم و بالاخره از روسیه هم رانده شدیم. این را ضعفش را نباید از گردن ما دور کرد. ضعف مخالفان امروزه حکومت است که ما نتوانستیم اون کشورها را قانع بگردانیم که چرا ما را از اینجا دپارت میکنید. یک دیپلمات قوی، یک گفتگویی که سالم باشد که آنها را قانع کند وجود نداشت و ما نتوانستیم. این ضعف را باید بپذیریم و ده ها نفر را در اونجا زندانی دادیم، قربانی دادیم و بالاخره راهبران ما حتی به قتل در اونجا رسیدن. چرا؟ چون نتوانستیم در اونجا اونها را مطمئن بسازیم که بیایید اینجا با ما همکاری کنید و ما بهتر از رحمانوف حکومت میسازیم و کشور میسازیم که برای منافع شما هم و منافع مردم تاجیکستان هم فایده آور است. نتوانستیم. و از سال 2015 تا این جانب ما در اروپا قرار داریم. 10 سال می شود، یعنی 11 سال می شود که مخالفان حکومت دیکتاتوری مولی رحمانوف امروز در اروپا هستند و هر روز شما میبینید که از اروپا یک مخالف با وجود داشتنی پرونده در تاجیکستان نسبت او، با وجود داشتنی خطر در تاجیکستان نسبت حیات او، از اینجا دپارتاسیون می شود یا که اخراج کرده می شود، اجباری و تاجیکستان برده می شود. و تا امروز مخالف امروزه تأثیر گذاشتن نتوانسته است. یعنی در طول 10 سال مبارزه ما نتوانستیم در کشورهای اروپا تأثیر بگذاریم که این کشورها مخالفان سیاسی را به تاجیکستان دپارت نکنند. حتی فرزندان همین سیاسیان را به تاجیکستان دپارت کردند، نفرای مشهوری مخالفان حکومت را. اعضاهای برجسته این مخالفان را به تاجیکستان دپارت کردند، ولی مخالفان تا امروز تاثیرگذار در اینجا نبودند. تا امروز نتوانستند کشورهای اروپایی که در اونجا 10 سال شد زندگی میکنند متقاعد بسازند که در تاجیکستان یک حکومت ظالم است و ما توانایی دفاع از حق این مبارزان را داریم. یعنی ما متقاعد ساخته نتوانستیم در طول 10 سال. چگونه امید کرد که ما میتوانیم کدام کشور متقاعد بسازیم برای ملت خود را از زیر ظلم نجات بدهیم، وقتی که ما در این کشورها متقاعد ساخته نمیتوانیم؟ هر روز یک نفر را دپارتاسیون میکنن. این ضعف را نباید از گوش مخالفان جدا کرد، از دوش ما بیرون کرد. نه، این وجود دارد و ملت باید این چیز را درک کند که به امیدی هیچ انسان نباید کرد و امروز خودخواهی را از خود دور کرد و یک دیگر پذیری و یک دیگر فهمی و برای این ملت آماده قربانی شدن را باید آموخت، وگرنه همین گونه ما رفتن میگیریم و هر روز ضربه و ضربه خوردن میگیریم.
کشورهای عربی، ترکی و هر کشور دیگر امروز زیر مخالفان تاجیک، یعنی مخالفان تاجیک را چیکار کرد؟ بیرون کرد. اروپا را امروز دارن میده مخالفان تاجیک را بیرون میکند. ضعفش را در خودمون باید بجوییم. چرا میریم ضعفش را در دیگران میجوییم؟ پس ملت باید این چیز را بداند که ضعف امروزه سیاسیون تاجیک تا اینجایی است که ما نمیتوانیم، یک دیپلمات قوی نداریم که کشورها را متقاعد بسازیم. با وجود خطر داشتن در تاجیکستان، در اروپا جان شما در امن نیست. باز هم امکان دارد که امروز و فردا شما را به تاجیکستان دیپورت کنند. برای همین ما باید برای بهتر ساختن وضعیت سیاستمداران تلاش کنیم. امروز نبودن یک دیگر فهمی، نبودن اتحاد در مابین مبارزان باعث گشته است که مخالفان سیاسی نمیتوانند در خارج کشور حکومت‌های این کشورها را چکار کنند؟ متقاعد بسازند تا اینه که اونها دیپورت نکنن مردم را. من نمونه مثالش را برای شما میگم. وقتی که ما در یک جا یک تظاهرات میکنیم، 10 نفر یک حزب در یک جا جمع میشود، 10 نفر یک حزب در یک جا جمع میشود، 5 نفرش در یک جا دیگر. یا یک روز یک نفر حزب تظاهراتش را میکند، دیگر حزب نمیآید، با یک هفته بعد دیگر یک حزب دیگر تظاهراتش را میکند، حزب دیگر نمیآید. و یا که یک تعداد از مخالفان میگویند که جانمان در تاجیکستان در خطر میشود و نمیآیند. یعنی پراکنده بودن مخالفان این کشورها را به اینجا آورده رسانده است که هر روز یک کسی ما را روان میکنند. شما مطمئن باشید که اگر مخالفان تاجیک تعدادشان از 10,000 در اروپا میگذرد، ما اگر در یک تظاهرات یک اتحادیه داشته باشیم و 10,000 نفر یا که 5,000 نفر، خب بگذار 1000 نفر، مثلا در آلمان ما یک روز یک تجمع کنیم و بگیم که امروز روز مخالفان تاجیکستان است و اینجا تظاهرات میکنیم و 1000 نفر در همون تظاهرات بیاین اشتراک کنند، مطمئن باشید که تمام رسانه‌های با نفوذ جهان اونجا میاین تجمع میکنن. کشورهای اول قدرت، سفیرهایشان، نمایندگانشان میاین با ما گفتگو میکنن و حرف ما را گوش میکنن. ولی ما تو امروز به این نقطه نرسیدیم. برای همین یعنی ضعف مخالفان این در پراکندگی آنهاست. تا امروز همین سبب نشده است. مثال بگیریم، این حال اگر که حزب نهضت با 24 هم اتحاد کند، یک با هم ده ها حزب های دیگر پراکنده شدند. از 24 50 تا 60 آدم اعضا دارد و همونا هم که در 1000 دولت 1000 کشور و نهضت هم که این حال معین مشخص نیست که چند تا اعضا و چند نفر در اروپا دارد و یک تظاهرات می شود میبینیم از 20 نفر زیاد جمع نمی شوند. وقتی که تو در یک تظاهرات 20 نفر جمع می شوید، کی تو را باید گوش کند؟ حرفی تو را کی باید بشنود؟ برای همین ما باید برای بهتر ساختن وضعیت مخالفان نیز تلاش کنیم. باید مجبور بسازیم که مخالفان باید اتحاد باشند، سرجم باشند و در مشکلات یکدیگر چیکار کنند؟ همبستگی داشته باشند و اون کارهایی که اینها را از هم دور میکند، اون اختلافهایی که اینها را باعث پراکندگی میکند، اونها را کنار بگذارند و روی یک نقطه اتحاد کنند. ما در جوانان برای احیای تاجیکستان با همه حزب‌ها و حرکت‌ها از هر گوشه تاجیکستان که نباشند آماده همکاری هستیم و همکاری میکنیم و در تمام تظاهرات‌ها و نشست‌ها اشتراک خواهیم کرد و با یگان حزب و حرکت هیچ اختلافی هم که اگر آنها داشته باشند نخواهیم داشت. یگانه هدف ما را با این حرکت‌ها، احزاب‌ها و جنبش‌ها اتحاد میکند. این هم تاجیکستان.
یک تاجیکستان آزاد و این مفهوم، این معنا ما را به همه احزاب‌های سیاسی اتحاد میکند. هر کسی که برای تاجیکستان مبارزه میبرد، میجنگد، در هر کجایی که تظاهرات میکند، نشست میکند، ما آماده اشتراک و آماده همکاری در چنین ساحه هستیم. فرقی نمیکند که اسم حزبش چی باشد. ما با تمام احزاب‌های سیاسی آماده همکاری هستیم و از تمام شهروندانی که در خارج کشور امروز جانشان در خطر است، ما آماده از حقوق اینا دفاع کردن هستیم و از حقوق اینا دفاع میکنیم. و برای اتحاد ساختن، برای سرجم کردن مخالفان در خارج کشور آماده همکاری هستیم و اگر که منبری ما برای بهتر ساختن وضعیت باشد، ما آماده همکاریم. و من از اینجا اعلان میکنم که من آماده ام به هر کسی که برای آینده تاجیکستان کار میکند همکاری کنم. هدف اصلی ما این تاجیکستان آزاد، این نقطه و این برنامه تاجیکستان آزاد ما را باید اتحاد بسازد و برای رفتن به تاجیکستان ما باید تلاش بورزیم. زیر هر هدفی که نباشد، اولین نقطه این تاجیکستان آزاد است. با کدام راه میروی تو راه؟ به راه دموکراسی میروی، به راه اسلامی میروی، به راه کمونیسم میروی، به هر راهی که برای تاجیکستان آزاد میجنگی بیایی ما آماده همکاری هستیم و برایتان چیکار میکنیم. اگر از ما مشورت لازم باشد، اشتراک لازم باشد، هر حالتی که برای همین تاجیکستان آزاد مهم است، ما آماده و همکاری خواهیم کرد. ولی از همه مخالفان، از همه موافقان من طلب دارم و خواهش میکنم که برای یک تاجیکستان آزاد برنامه ریزی کنید. 10 سال پراکندگی، 10 سال شرمندگی در همین اروپا و در روسیه و در دیگر کشورها برای ما کافی است و ما ملت را با همین طریقی که میریم شرمسار میکنیم. شرمساری مخالف در اروپا شرمساری ملت تاجیک خواهد بود، چون اینجا ما پیش از همین مهاجران مهنتی پا آوردیم و اگر ما امروز نمایندگی درست را در اینجا راه اندازی نکنیم، همون روسیه دوم شرمساری ملت تاجیک همون طوری که در روسیه شد در اروپا به میان خواهد آمد. یعنی برای برقرار کردن چنین حالتها ما مخالفان اینجا باید همبستگی، اتحادی و سرجمعی خود را نشان بدهیم و مبارزه را باید پیش ببریم. در علاوه مبارزه که در مقابل حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف میبریم، از تک تک مهاجران مهنتی که در همین داخل اروپا عین حال اومدن به هر بهانه‌ای که اینجا هستن، از حقوق اونها دفاع کنیم، با اونها همکاری کنیم و خود را از اونها دور نجوییم. هر کسیش که با ما مراجعت میکند نگوییم که تو بوزی حکومت هستی، تو فلانی هستی، تو بسمدانی هستی، بلکه برای حمایه اون کوشش و تلاش کنیم تا اینه که اگر جای کار نیاز داشته باشد او را به جای کار تامین کنیم، اگر اون نیاز به کارهای حقوقی داشته باشد او را به کارهای حقوقی تامین کنیم، با وکیل تامینش کنیم. از هر راه ما باید برای ملت در اروپا یک نمونه مثال باشیم. و علاوه بر این همون نقطه اصلی که ما باید یک تظاهرات انجام بدیم که نه کمتر از 1000 نفر در اروپا، در کشور آلمان یا هر کشور دیگری که در اوج تاجیک است، در اوج اتحاد و سرجم شود که این باعث اتحادی و باعث منطق بدن، باعث تاثیرگذاری حرف مخالفان در اروپا خواهد بود. و آن زمان اگر ما بگوییم که فلان نفر رو دپارتاسیون نکنید، دپارتاسیون نمیکنن، فلان نفر رو اخراج نکنید، اخراج نخواهند کرد. برای همین همدیران و هموطنان، من بسیار میخواستم در همین موضوع در هفته بعدی در موضوع چرا ما مخالفان نمیتوانیم در خارج کشور، حتی در همین کشورهای اروپایی را متقاعد بسازیم که ما را به تاجیکستان، یعنی طرفداران ما را به تاجیکستان دپارتاسیون و یا اخراج نکنید که جانشان در اوج خطر است، تاثیر نمیگذاره. من میخوام راجع همین موضوع در برنامه صحبت کنم و کوشش میکنم که این چندین کارشناسان هم در همین موضوع دعوت کنم و کوشش میکنم یک برنامه وسیع‌تر داشته باشیم. حالا
من از اشخاصی که میخوان در این برنامه اشتراک کنن، بازم برنامه و منبر من آماده هست و میتونین به من عبیدالله سعیدی در تماس بروین و من آماده هستم که شما را به برنامه دعوت کنم، و اگر که من خودم برای شما زنگ نزدم، ولی من کوشش میکنم که تا روز یک شنبه با هر کسی که من میخوام در برنامه دعوت کنم بیاد دعوت میکنم، و هر کسی را دعوت نکنم خودش میتواند در علیحدگی به من بنویسد که من آماده ام در برنامه در همین موضوع صحبت کنم. من اون را نیز در همین برنامه جا خواهم داد و راجع همین نقطه صحبت میکنیم و باید درک کنیم که مشکل اصلی در کجاست و چرا ما امروز متاثر بودن نمیتوانیم، چرا حرفای ما فقط در روی کاغذ و رسانه ها باقی میماند و چرا به عمل تبدیل نمی شود، چرا حرف ما از عمل ما فرق میکند، چرا ما تاثیر به کشورهای اروپایی و مخصوصا آلمان که در اونجا هزارها مخالفان قرار دارند متاثر بودن نمیتوانیم. به همین خاطر ما انشالله در برنامه بعدی راجع همین نقطه ها صحبت خواهیم کرد. دوستان و همداران عزیز، من طول 1 ساعت می شود در پخش مستقیم حضور شما قرار داشتم و در موضوع دفاع حقوق شناسان صحبت کردیم که چرا در تاجیکستان حقوق شناس برای دفاع کردن از زیر حمایه‌اش به زندان برده می شود. ما اگر که مثلا همینجا یک نقطه را در معلومات را ما بنویسیم، هزارها مطلب ها و اسم ها برآورده می شود حقوق شناسان که اونها زندانی شدن. مثلا من حاضر اسم چند تا را برای شما ذکر میکنم که شما بدانید که در تاجیکستان برای گفتن حق در تاجیکستان زندانی میشن. مثلا منوشهر خالق نظروف، راهبری اساسیه حقوق شناسان پامیر، به 16 سال زندان محکوم شده است. محمد سلطان، حقوق شناس و فعال جامعه‌ای که به شدت از عملیات دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تقیین میکرد، اون نیز در سال 2022 بازداشت و حکم سنگین گرفت. خب بزرگمر یاروف، یکی از حقوق شناسان مشهور کشوری ما، باز هم در تاجیکستان به زندان طولانی محکوم کرده شد. شهرت قدرتوف که عین حال در آزادی است ولی به 3.5 سال زندان محکوم کرده شده بود و عین حال اومده است در روسیه به مهاجران مهنتی کمک میکند. هزارها فعالان جامعه شهروندی به مانند دلیر امومعلی که همچون یک حقوق شناس بگیم دفاع میکرد، روزنامه بلاگر مستقل که از حقوق مردم میرفت دفاع میکرد. عبدالله غربتی او هم در آخر وقت همچون روزنامه‌نگار کار نمیکرد، از رادیو از پیلوز بیرون رفته بود و همچون یک فعال جامعه مدنی کوشش تلاش میکرد. او هم بردن زندان کردن. ذوقی‌بک امینی که سالهای خیلی زیاد در سامانه‌های مجازی و حتی غیر از او به حقوق مهاجران مهنتی، به حقوق مردم تلاش کوشش میکرد و هیچ وقت برای خودخواهی یعنی نرفته است، همیشه از حقوق مردم دفاع میکرد، ولی او را چیکار کردن؟ بردن زندان کردن. علاوه بر این مولانا نظروف محمد باز هم یکی از وکیلان مدافع، یکی از فعالان جامعه شهروندی از ولایت مختار کوهستان بدخشان بردن زندان کردن. او را به نظر اشتباه نکنم به 20 سال یا به 30 سال. دلمراد ارگشف وکیل مدافع ولایت مختار کوهستان بدخشان که در نامزدی پرزیدنتی هم در سال 2019 اسم خودش را اعلام کرده بود که نامزد پرزیدنتی می شود، او را نیز بردن متاسفانه زندان کردن. ارگشف، دلمراد نام نداره ببخشید، ارگشف یادش اسمش یادم نیست،
یک نامزد پرزیدنتی بود. حالا اسمش رو پیدا کنم یک بار. خب من اگر اسمش رو پیدا کنم انشالله که فراموز ارگاشوف. دوستان فراموز ارگاشوف با 29 سال زندان محکوم کرده شد. شما ببینید این انسان در انتخابات پرزیدنتی نامزدی خود را پیشنهاد کرده بود و حتی این فایز علی این نفر تنها به خاطر خب دیگرها به خاطر دفاع و به خاطر زیاد مبارزه بردنشون. بله دوستی گرامی فراموز ارگاشوف، من علاقه اسمش فراموز پیدا کردم، تشکر از دوست برای یادآوری، زندان شدن. حتی همین نفری که آخر زندان شد فایز علی، این انسان مشهور نبود و در رسانه ها زیاد نمی نوشت و همیشه کوشش میکرد که فقط با همون مشکلات مردمی که هست با همون دادستان مراجعت با پروکرور با این طرف اون طرف همون مشکلات رو حل بکنند. ولی ما میبینیم که اینها رو هم چیکار میکنن؟ در تاجیکستان میبرن زندان میکنن. متاسفانه در تاجیکستان به خاطر دفاع کردن از حقوق مردم برای تو پرونده جنایی باز میکنند. فرقی نمیکنه تو رو آشکار میکنید، پشت پرده میکنید و اگر اسم مردم و دفاع از مردم در برنامه بود، برای همین مشکلات پیش میآید. یعنی میان میبرن زندان میکنن. انشالله ما امیدوارم که در برنامه آینده بتوانیم راجع موضوعهای درست و مهمونهای درست را دعوت کنیم و در موضوعهای گوناگون نسبت این اون صحبت کنیم و کوشش میکنیم که یک برنامه جالبتر داشته باشیم. همونطور گفتم در برنامه انشالله آینده پیرامون موضوع خیلی مهمی یک برنامه خواهیم داشت و من از چندین مهمونای دعوت میکنم از جامعه شهروندی، از فعالان، تا اینی که بتوانیم یک برنامه داشته باشیم و فکر نظر اونها را بگیریم و انشالله که راجع همین موضوع یک سوالهای اومده خواهیم کرد و باید ما یک درک کنیم که چرا ما نمیتوانیم در اروپا و کشورهای اروپایی و حکومت‌های اینها تاثیر بگذاریم که مخالفان حکومت تاجیکستان و طرفداران اونها با تاجیکستان اخراج کرده نشوند. دیگر هموطنان و همجوران عزیز، وقت شما رو طولانی نمیگیرم. ما طول یک ساعت و 10 دقیقه همیشه در پخش مستقیم قرار داشتیم و امیدوارم که یک مفهومی از این برنامه برای شما و بیننده و دیگر کسایی که ما رو بعداً میبینند داشته باشیم. امیدوارم که ما بتوانیم با هر عقیده و افکاری که نداریم یک دیگر رو بپذیریم. اگر تنقیدهایی که باشد نسبت من از من نسبت شما، اون را همچون یک چیز مثبت در نظر بگیریم که این تنقید برای بهتر ساختن وضعیت یک دیگر است. و اگر تنقیدها نسبت من است، من امور همچون یک چیز مثبت نسبت خودم قبول میکنم و اگر تحقیر نباشد، تنقید همیشه قبول است و باید قبول کنیم و او را قبول میکنیم و اصلاح میکنیم و ما در این راه برای پیشرفت کردن هیچ وقتی از هیچ چیزی دست نمیکشیم و اگر که هر چیزی به فایده همین راه باشد ما را قبول میکنیم، چه اگر تنقید باشد چه اگر گفته همون چی فشار آوردن باشد. مهم این که هدف اصلی که ما داریم تاجیکستانی آزاد با همون سو بریم و با اون هدف برسیم و از تمام گروه‌های مخالف و احزاب‌های سیاسی خواهش می‌کنیم وقتی ما تنقید می‌کنیم، حرف میزنیم، هدف ما نیک است و هدف ما پراکنده کردن نیست، اختلاف دوختن نیست و هدف ما فقط ایجاد همون فکری است که در آن یک تاجیکستان آزاد در نظر گرفته شده است. یعنی برای تاجیکستان آزاد ما باید همه افکارها و همه راه‌ها استفاده کنیم و اگر تنقید هم کردن باید شما اون رو مثبت در نظر بگیرید تا اینکه ما بتوانیم به همون راهی درست بریم برسیم. دیگه باقی وقت شما رو نمیگیرم. بینندگان عزیز، از همه شما تشکر میکنم برای برنامه که با ما بودید و امیدوارم که در برنامه بعدیمون نیز ما رو شریک میکنید و شریکی میکنیم و صحبت خواهیم کرد. اگر برادران زید نباشند برنامه امروز انجام میدیم و ان شاء الله که بر هفته بعدی در حضور شما باز هم قرار خواهم گرفت.